خب دوستوی عزیزم که باشین کمتر شوید کامیرا خیره میگرفته است خیلی روشن میشته است ماشین روشن خیلی به هر حال میکشیم شلو امیدوارم که هموطنای عزیزم میبینین شما منو و هر کسی که میبینه میتونه که پدیلیت کنه طرف روشن نه سیراونو کامیراش خیره تر است و هر کسی که میبینه هموطنای عزیزم میتونه که پدیلیت کنین یا که نمیدونم دستگیری کنین یا که لایک دیزلایک تر لایک جر لایک پر لایک هم چیزی که دورین در اختیاراتون است. اولا سلام و درودی بپویم با تمام هموطنان عزیزم که در این حال در حال بگم مرا میبینن و پدرجوت میکنن. من در یک مسئله صحبت کردنی هستم هموطنان عزیزم. نمیدونم که بعضی انسان‌ها شاید قبول نکنن، بعضی انسان‌ها بگیم که مردگوار قبول کنن. همین روز یک تو قدر امکان سری دستکی بگیم هم خیلی نوارا کم من بچه‌ها را تماشا میکنم. هر بچه‌های بگیم مخالفن صحبت میکنن و بگیم که برادر محمد اقبال صدردین تماشا داشتم امروز یک مدت هم لنتا اومدم و برادر تماشا کردم یک کمی عیناً یک جایش اومده دستم که من شخصا یک باری قدیدم بعد دو دیم بود اومدم همراه یک جوان گپ زده ایستاده است. نمیدونم او کی است چی است اما من در یک چیز سخت رسید. برای چی من را آب شگفته ایستادم. من میتونستم که خودش در تلفن کنم بگم که برادر محمد اقبال یعنی که همین کارو در کار نیست، همین کلمه ها همین سخنان که استفاده برده ایستادی این از روی مردی نیست. من برای چی را در عامه گفته ایستادم؟ برای که همین سخن من با عامه برسه که همین دیگر انسان ها هم که مثال افیر میکنن گپ میزنن از همین کلمه ها خودداری کنن. بسیار کلمه بیزه بود که اوچای رحمانوف فاحشه گفت. امام علی رحمانه گفت که فاحشه است. ببینین دوستای عزیزم با یک چند دلیل ما شما دا فکت میارم. سالهای 50 بگیم 51 49 50 51 همون دوره ها در سرزمین ما بسیار یک بگیم که نو کراسنی آرمیا 20 چندم سال گرفتگی نو رشد کرده ایستاده است. کراسنی آرمیا بگیم ایس جنگ سر شدگی بگیم که بسیار یک مردمی تو حاضره منتالیتت مسلمانی مورا تنبول اوچای رحمانوف یعنی خدا رحمتی مومای مایرام از طرفای بگیم غرم نیمه هست یعنی که از او بالا هست بگیم در دور زمان خیلی فاحشگی این چیزها نبود. واقعا هم این چیز نبود و در اون زمان بعضی زنک ها را بگیم که تجاوز میکردن از نماینده های بگیم که حکومتی شوروی بدن یعنی رئیس بدن ظالم ها و قصه مادر رحمانوف بگیم که من گفتگی بدم یعنی که هم ظالم بود و او ظالم یک مدت را گرفته یعنی پنهانی گرفته بعد از او بگیم که دادگی است با کیرا با یعنی شریفه یعنی شریف قلقه یعنی قصه هست که بگیم قصه همون داخلی است یعنی که فاحشه نبود یعنی این مادر فاحشه نبود مثل حاضره بگیم که فاحشه یعنی که میروان در پیش دیاگنوستیک در دیگر جا میستانه اونا چی کار میکنن؟ اونا برای پول میروان با این خوب میکنن با دیگر خوب میکنن با دیگر یعنی در اون دور زمان این چیزا ابسولوت نبود که مثال پول قطعی برای در جا خوب کنی یا نمیدونم برای بله شوهر میکردن دیم زن میشیدن سیم زن میشیدن چهارم زن میشیدن انا بگیم که تنبول این چیز اگر که از ما قفمون نگاه کنیم نظر کنیم تو همین سالهای نزدیک دخترهای ما یا که بگیم که یعنی ضعیفانی ما بهتری کار دست نمیزدن یعنی برویم بروان با یک کسی دیگه یگان چی کنن حتی که ایشوش جدا شدگی در خانه پدر مادر سالها می ایستاد پزولیت نمیکرد که مثل یگان کس قطعی رمان کروتید کنه یک
یک چیزا بیاین ما توغری استفاده بریم. سیاست است. بله ما کمبودی با سیاست رحمانوف داریم، با اویله رحمانوف یا که با زندگی رحمانوف نیم. برای همون این از نگاه من شخصا اون چیزی که من دیدم و من گوش کردم بگیم که و فکت نداریم در دست، دلیل نداریم. تنبولی اگر همون دور زمان شما نگاه کنیم، یگان مادرای ما یعنی که نو شکست اسلام در منطقه های ما بود. یعنی دیگر بسیار انسان ها دینی بودن و بگیم که سخت روایه میکردن دینه، یعنی بگیم نه وقت شکست اسلام بگیم که غلبه شوروی کردگی، اما نه در همه جا شوروی تاثیر خودش گذاشتگی با تنبول سالهای 50 51 52 سال همون سالها را اگر ما به نظر بگیریم ده خفامون بگردیم، یعنی این چیز ریال هست. تنبولی در زمینای کوهستان شاید ما بگیم که دوشنبه ده، شاید ولایت سوغد ده، بگیم جای های آبادتر ده، آزادتر ده، هوارتر ده، شاید شوروی تاثیر خودش گذرانده بود، اما در منطقه های که زمینی ما بگیم که نه اونقدر. من یاد دارم حتی من اگر سالهای 84 اگر تولد شده باشم تا سالهای 90 95 بگیم که 97 سال در بگیم همین هر چی شید بعد این همی بایویک بازی، بعد همی بایویکامون اصلا سر کردن، همی دخترای خودمون فاحشه کردن. من این را خودم با چشمام میبینم، میدونم بگیم که چی حادثه ها شدگی بود. من خودم یاد دارم، مثال گیریم من مادرم قطعی خانه مامام رفته ایستاده بودیم و اپم همون سالا بگیم که خیلی که 15 ساله بود، 14 ساله 15 ساله بود اپم. من این چیزا ریال نمیدونم. ما در استانوف اون وقتا استانوفکا نبود، در پیش یک بگیم که یک درخت بود، در تاش ایستادگی بودیم. مثال گیم یا ماشینی که اویناش نو سیو کردگی ماده بود، اومدن ایستادن خواستن اپای ما را سوار کنن بگیرن برون، زدگی مستن بگیم اوچم دیگه جغوخ کدیسته. بعد کدام یک تشخیص شناخته موند بگیم که اگه دو سه ماشین بودن ده و قفا با قفا اومده ایسته بودن. اما پیشنگیش ایستاد ای خولا دختر تب تی گفته مثال گیم یک تشم اومد که ایستاد شناخته موند. گویا بچه سوزی اپاتینجی فلانی را اپش هست گفت، یعنی که وقتا توایه امام میگم که هم ویسی خیچه داشتن ده و بروی خیچه داشتن. یک گوی جیان از گفت اپای فلانی است اپاجان سوزی خیلی همجا همی کار شید. یعنی که ببینید دوستای عزیزم، یعنی همی دخترهای خودمون فاحشه کردن از کجا سر شید؟ یا که بگیم تجاوز کردن. کی تجاوز کرد؟ از امریکا اومدن تجاوز کردن دخترای ما را، یا از انگلیه اومدن تجاوز کردن، یا از اروپا رفتن تجاوز کردن، یا از قرغز قزاق همسایه‌مون یا از افغانا اومدن تجاوز کردن ما را دخترامون. نه کی کرد؟ خودمون کردیم. همین سوالی بایویکی کرد، یعنی به همین زمانی بایویکی شید این چیز رشد گرفت، یعنی فاحشه کردن دخترها، یعنی نوبت به نوبت تجاوز کردن دخترها در همون جا بود. یاقسو میگن کلوب ده یک جا هست، یاقسو میگن، آقسو میگه یاقسو، مثل سرخو در وسه است. ما هم لولوی دایره مثل همون خورد که بدیم گو میچراندیم، همون لولوی دایره دا میرفتیم. خیلی هر روز نبود که بایویکا بگیم که اونجا دخترها رو آورده هم منظرت کونلیچ کرده که هم گپو کروشونه کرده اونجا در هم نزدیک ما پشتی کوبیکو رفته بجا شده بگیم که دختر تماشا میکردیم. این یگان جای بگیم که چشم بندی یا که یگان جای سکرت یگان چیز نداره. مثال ما خودمون کردیم دخترامون فاحشه، ما خودمون دخترامون تو همین درجه آورده انا بگیم که رسوندیم. بعد از اون ما بگیم که دوام میکنیم یا که نمیدونم گپ میزنیم که این و اون میگیم. برای اما هموطنای عزیزم بگیم که سالهای پیش، سالهای 50 و سالهای او سالها یعنی فاحشگی نبود و این طرفداری که گرفتن از رحمانوف یا که معنای او را نداره. این سخنی من که من اومد
من اگر که خطیب خبر محمد اقبال میبدم من میگم برای گفتستم بازم تکرارا میگم که یعنی ما در مدیا گفتگی ما است که دیگر انسان هایی که هسته وقتی سخنرانی میکنید یعنی فاحشه بود بیاین همین مدارا را ارالش نکنیم. رحمانوف که مثال نامرد هست خلاص مثال مدارای ما را میروه اذیت میته عدل میبره و غیره کارها میکنه. اما این نوجوان مردی است که مادر مردگی را گذشته رفتگی یک مادر امروز در سیاست بیاری فاحشه بود مادرش نمیدونم یا دیگر چیز بود یا دیگر گپ بود. این واقعا کلا بگیم که نادرست است همین چیز استفاده بردن. من خواهش میکردم که هموطنای عزیزم من از همتون خواهش میکنم یعنی که اپا مادر عموما ضعیفه در سیاست در پرابلم سیاسی ارالش نکنید. مایل اگر کی باشه نباشه مایل فرض کردیم که مایل نمی مادرش در پیش قرابلوک میستود کار میکرد یا دیاگنوستیک میستود کار میکرد که او پرابلم او است. امروز کم نیست تو تر مادرایی که باز زندگی زورش آورده است همین کار قطعی سر کار داره. چی ما بخیزیم بعد فردا فرزندای او را شما را مادراتون در تای پیش دیاگنوستیک بده قرابلا بده یا که دیگر جا بده دیگر جا بده. یعنی ای از نامردی ما شید که امروز ما گناهگار هستیم که ما مردها واقعا هم نامرد شدیم که همین کار پیش راش گرفته نتونستیم که تو که همین احوال در نرو نزنه مادرها و امروز طعنه زدن ما هم یک بگیم که یا نوجوان مردی است زن استفاده بردن مادر استفاده بردن. من ادکریت هم میگم این چیزا من پنهان نمیکنم. محمد اقبال یعنی که دیگر انسان ها شخصا مادر خوش نکنین تنبول گذشته رفتگی است گذشته رفتگی است. ما یک مادر میگه مادر تاجیک مادر ما میگیم لاف میزنیم وقتی که مادر تاجیک که مادر ما باشه پس ما مادر خودمون فاحشه گفته استیم زنچید یا درست نه. هموطنای عزیز میتونین در کامنت فکر نظرتون بنویسید. وقتی که ما دعوا میکنیم که هر یک مادر تاجیک برای ما مادر است هم خلاص هر یک اپای تاجیک برای ما را اپا است هر یک خواهر تاجیکستانی ما برای ما را خواهر است. مثال اویش که عائله ما است مادر فرزندی ما است اویش که بگیم که عائله یک برادر است او خواهر است برای ما اپا است ینگه است کلانترش مادر است از او کلانترش بیبی است. وقتی که ما این دعوا را داریم که مادر تاجیکستانی برای ما همچون مادر است ما دفاع از حقوق مادرها میکنیم و امروز مادر را بعضیش هم میگیم که فاحشه بدی کلا نادرست است واقعا هم کلا نادرست است. دوستای عزیزم این چیزی که نیست. من واقعا هم پروتیف سیاست رحمانوف هستم و میمونم تو هستم میمونم تا اصلاح نشوه. ولی یک حافظم سرود خونده است بعد یک آدم برآمده است گفته همین سرود بو بخون خیلی 20 بار خونده است 25 بار خونده است بعد حافظم گفته سوخی اکا ولی من دیگه سرود دارم این همین تمای توی باید سرود بگذارونیم نمیشوه به دیگراش هم بخونم گفته است نه همیشه بخون گفته است بخیالم خیلی همین سرود سخت معقول شده گفته است نه تو همین سرود گفته است سخنوش اگر پره یاد گرفته نخونی توغری خوندن یاد نگرفتی همین خوندن بگی تو یاد گرفتن. ما میگم که تو یاد گرفتن رحمانوف از سیاست ما پروتیفش هستم برای که رحمانوف سیاست مدار نیست واقعا هم این چیزا همه میدونه شما هم میدونین ما هم میدونیم دیگر انسان هم. ما پروتیفش هستم اما ما پروتیف اونا هم هستم که مادر استفاده میبرن در سیاست. ما در ای هم بگیم که پروتیف هستم. این نوجوان مردی است میدونه نمیره نوجوان مردی است که گذشته رفتگی یک مادر فاحشه گفتن بگیم که من شخصا یک خیلی یک محمد اقبال بگیم که همچون برادر دوستش میدارم بگیم احترامش میکردم همین برنامه‌اش گوش کردم همین کلمه را من شنیدم که ما تصور نمیکردم که از محمد اقبال یعنی همین گپ شنیدنه که یک مادر گذشته رفتگی را بگیم که فاحشه است رحمانوف ولد از اینو است برای همون ای بچه ایتاری از در تاجیکستان که از خیتوی هم تولد شدگی است از
بسیار tavallud شدگی است. چی بعد یو حق زندگی کردن ندارن. ما باید هر یک تایره چیلی قطعی نشون داده تانه بزنیم که تو اوچت فاحشه است تو ولد زینو هستی. اینو درست است هموطنای عزیز. واقعا من میگم اینو درست است. از شما همتون خواهش میکنم. یعنی اپوزیسیا بدن معنای همون را داره که یعنی پروتیفی خطاگی ها هستی. یعنی هر یک انسان اپوزیسیا این معنای را داره که اپوزیسیا تو پروتیفی خطاگی ها هستی. یعنی تو مقابلی خطاگی ها هستی. در او فرق نداره او خطاگی را رحمانوف میکنه یا که او خطاگی را اکد میکنه یا که او خطاگی را پدرت میکنه یا که او خطاگی را برادرت میکنه. یعنی تو باید انامورا مقابلش باشی. من هم همچنان بگیم که یک مقابل بگیم خطاگی ها و طرفدار اصلاحات هستم. برای همین بگیم که من کاری محمد اقبال همین گپی بگیم محمد اقبال صدردین کلان محکوم میکنم، رد میکنم و این طور نیست. با معلوماتی که گفتگی هستم که بله یک همون رئیس ظالم گرفتگی است، بعد از او با گرفته نکاح کرده در بگیم که کی دادگی است همون دیگه است. یعنی که خیلی معلومات هست. این معلومات هم این گپ هم یعنی که 100% پورا نیست. یعنی فکت دلیل اسناد نداره. یگان فکت دلیل اسناد نداره. تنها یک چند انسان های همون منطقه همون خلقا همین گپا گفتگی بدن، من شنویدگی بدم. نه برای همون دوستای عزیزم من همین گپا خدمم یک بار همین اسناد گفتگی میده. من حاضر میستم مثال بعضی وقتا پشیمان میخورم. ده مادر یک کس در سیاست کش کردن مادر اینجا پریچومای مادر یگان نمیدونم برادر عزیزم اگر مادر کدام باشه اون مادر باور کنید فربه هست، خراب هست، چلاق هست، کور هست، کر هست، دستش هست، دستش نیست. او برای فرزندش زیباترین مادر در روی دنیا. اگر انسانی که قدر مادر میدونه پس مادر کسی گپ نمیکنه. اگر انسانی که قدر مادر خود میدونه و مادر کسی گپ نمیکنه. من همین قدر بگیم که گفتنی داشتم و هر یک تاتون مادرتون دوست میداریم، نوابسته از خشروگی مادرتون. اگر که چلاق باشه برای شما زیباترین مادر است، مهربانترین مادر است. اگر که فربه هم باشه و او برای شما زیباترین مادر است. اگر خراب هم باشه او برای شما زیباترین مادر است. یعنی هر گاهی مادرتون هم میبینین دلتون بگیم که خیلی روشن میشه که در نظر دیگر انسانو شاید او بزیب بتوه، فربه بتوه، خراب بتوه، شل بتوه، کور بتوه، کر بتوه، دیوانه بتوه. دیوانه هم باشه اگر او برای شما مادر است. اگر که فاحشه باشه هم در کوچه های هم باشه که برای شما همی کاره میکنه که گشنگی را نمبرین برای ما و شما او مادر برای فرزندش زیباترین فرشته ترین مادر است. این چیزا هیچ وقت فراموش نکنید و کوشش کنین در سخناتون اپا، خواهر، مادر، ضعیفا را در سیاستاتون ارالش کردن. من میگم شخصا این نوجوان مردترین انسان است که همین کارو را استفاده میبره. بله شاید من هم اشتباه کردگی هستم، بعضا وقتا شاید گفتگی هستم یگان کلمه ها، اما برای همین کلمه ها از همه بخشش میپرسم. اگر من نوارم در هر جایش که همین کلمه را یافتم قیچی میکنم، تازه میکنم، میپرتم تا که این نوارو نبروین، یعنی که دیگر چی نشه. و کوشش کنین سیاست به عائله استفاده برین.
یعنی که شوهر زن نمیدونم پاستلنی حیات یک انسان در سیاست استفاده نبره. ببینین یگان اپوزیسیون روی دنیا این چیزا استفاده نمیبرن بغیر از اپوزیسیون ما، یعنی که ما تاجیکو بگیم رحمانوف ما، یعنی که فقط همین چیزا را ما استفاده میبریم. از اون طرف رحمانوف مادر، از این طرف ما مادرای او را، از اون طرف رحمانوف مادرای ما را، از این طرف ما مادرای او را. همین چیزا را من خواهش میکردم از همین حکومت دارم بگیم که بیاین در همین سیاست ما مردانه وار رفتار کنیم، بیاین ما مردک باشیم در سیاست، نه اینکه دیگر زن را رلاش کنیم، کمپیر را، مسفید را، پیر را، نمیدونم خواهر را، اپا را در همین سیاست بگیریم رلاش کنیم. و درباره اگر فویشگی اگر سخن کنیم در همون تای قربالا یا که دیاگنوستیک در دیگر جا بگیم در تای دیاگنوستیک و طرف در همه جا میستودگی زنکو است تا همین روزا میبرده زینا میکردگیش خدمون بدیم. ما ت دیگریات یا که نمیجا میدیدگی انسانو 100 تا 200 تا 300 تا در همینجا قرار دارن که همین کارا در همونجا کردگی هستین، یعنی دخترای خدمون تجاوز کردگی هستین و خدمون زینا کردگی هستیم و امروز با خدمون امورا فاحشه نام میبریم. اگر که ما و شما این کارا نمیکردیم کلینتاش ما و شما در تای دیاگنوستیک نمیبودیم اگر او نمیبرامدن، یعنی هر جای در بازار آماده میشه که در اونجا خریدار داشته باشه. خریدار فاحشگی ما و شما بودیم و امروز ته نمیزنیم این چیزا را. بیاین دوستای عزیزم جمع کنیم این چیزا. این چیزای روی مردکی نیست، ارالش کردنی در سیاست نمیدونم زنک ها یا که گذشته و ما امیدوار هستم برادر محمد اقبال هم یعنی که این آخران گفتگیش میشه و این گفتگیش قیچی میکنه میگیره میپرتاید در کار نیست، در افیر چیزا نبروره. تربیه نسل آینده از ما باید عبرت بگیره، یعنی چیز عبرت بگیره. میگن که پرنده در هلچه دیدگیش میکنه، نسل آینده اون چیزی که ما و شما را میبینه همین را تکرار میکنه، با اونها موچه یک دیگریشون فویشه میگن. اما تنوی عزیزم خدا نگهبانتون، خدا کنه که کدام در سخت نرسیده باشه، نه که دوستای عزیزم کوشش کنین از این چیزا خودداری کنین و زن در سیاست باید ارالش نباشه، اگر گرچند که فاحشه هم باشه و نباید ما تو را روی زبان بیاریم و هر یک انسانی که میگن یک فاحشه را روی زبان میاره و خودش فاحشه است و همون را فاحشه کردگی ما و شما هستیم. و در دوره زمانی اوچای رحمانوف باز هم میگم این چیز نبود. سالهای 50 اساسا در منطقه های کوهستانی اهالی به نهایت کم بود و این چیز ابسولوت نبود فاحشه گری و اوچای رحمانوف هم فاحشه نیست. اگر گرچند که او رئیس مجبوران گرفتگی باشه هم بعد از او با نقل او که با شریف قلق مجبوران نکاح کرده داده باشه هم، یعنی که این چیزی است که منوی را نداره که این فاحشه بود، شوهر کرده بود. برای همه دوستای عزیزم خدا نگهبانتون. گفتی همو گپا که держитесь, денигнет گفتی همو медведев, денигнет держитесь, переживем. و دوستای عزیز هموطنان عزیز مدامین ساعت هم قریب 12 شد. خدا نگهبانتون باشه هموطنان عزیز. پروست همین نوار کردنی نبودم، گوش کردم همین روز همون را گوش کردم، بعد همون خیلی گشتم هم در خیال ما همین چیز تو خورده ایستاده است. نه خود ما هم قدر مردک شدیم که امروز گذشتگان کمپیرو را مرده رفتگی را امروز آورده برای سیاست خدمون سفید کردن، او را فاحشه گفتن، نمیدونم فاحشه بود ولد از این. من уже личный семейный жизнь да رفتیم ده سیاست موندم و حیاتی اویلوی در آمدیم رفتیم. بود همیشه چیز من ده عبید نبود هموطنان عزیز. برای همون بکنم نکنم همین نوارا بکنم نکنم خیلی همین فکر کردم. من گفتم بیا همین را میکنم، هرچی بود و بود همین نوارا من میکنم تو که هموطنان عزیزم ببینن بشنون و دیگران هم همین چیزا را استفاده نبرن، همین چیزا استفاده نبرین خوبتر است هموطنان عزیز. برای آینده خدمت خوب است، برای نسل ها خوب است. امروز معظمه قدیر و درباره تعلیم و تربیه برنامه داشت، راستی مهمانش ما بودم یکتاش
من از همین افیر در بخشش پرسم از معظم خان قادر و معظم خان و معظم خان قادر و از همینجا بخشش میپرسم که من داخل شده نتونستم از بس که کار دا بودم راه دا بودم و نتونستم که داخل شم. امیدوارم منظرات ما را قبول میکنین و همینجا من همون درباره برنامه شما فکر نظر من کوتاهک هم باشه میرسونم 3 مینوت هم باشه 4 مینوت هم باشه. تعلیم و تربیه این دو تا چیز است. این دو تا چیز است. مثال لا اله الا الله محمد رسول الله میگن، یعنی که لا اله الا الله این خدا هست و فرستاده خدا، این دیگه چیز است. این دو تا چیز است. اگر که ما تعلیم و تربیه ما پروسا گرفته جان خلاصی کردگی هستیم کوتاهک ایرا یک تا چسبوندگیم. تعلیم و تربیه این اشتباه است. من حاضرم اینجا در برنامه شما نگفته گپ گفته بگیرم، این اشتباه است. من درباره تعلیم و تربیه خیلی چیزا رو هم گفتم. تعلیم این دیگر چیز است، تربیه یک ابسولوت نه دیگر چیز است. یک فرزند یک کودک یا جوان میتونه که در امریکا بره تعلیم بگیره، در افریقا بره تعلیم بگیره و بگیم که در اروپا بیا تعلیم بگیره و در ازبکستان، تاشکند، قزاقستان هر جای خواه بره تعلیم میگیره. نه که تربیه ایرا خونه از خونه میگیره. تربیه ای دیگر چیز است. تربیه را عائله میته، تعلیم معلم. وظیفه معلم ایرا تعلیم دادن نیست، تربیه دادن نیست. وظیفه معلم یعنی که ایرا تعلیم دادن است. برای ما این چیز اشتباه است که ما دو تا چیز گرفته یک تکده تعلیم و تربیه میگیم. هر یک فرزند تعلیم این از عائله میگیره، تربیه را، و تعلیم از مکتب میگیره، یعنی که از دانشگاه، از دیگر جا. اگه تعلیم و تربیه بگیم ما بچه‌مون امریکا رو کنیم، کیتای رو کنیم، دیگر دولت رو کنیم، هر جا برو تعلیم های او دیگر هستن، تربیه های او، یعنی که من تربیه رفتار منتالیتت است. از او دیگر است، از دیگر است، از دیگر است. خیتایی برو یا امریکایی برو، امریکایی منتالیتت خیچ در بچه تو پیخد نمیکنه کو. او فقط تعلیم میته، یعنی که زنان دانش برای بچه تو رفتار خاراکتر نمیته و او رفتار و خاراکتر در عائله میگیره انسان. اگر که هر اشتباهی که هر خطاگیی که ما میبینیم از طلبگان خودمون در کوچه ها و غیره ها که ما میبینیم، این عیب تعلیم نیست، این عیب تربیه هست توشه. یعنی ایره در کلای معلم بار کردن اشتباه است. معلم هم خیلی تعلیم تربیه داده است. معلم تعلیم تربیه نمیته، معلم تعلیم میته. و هر دیوانگی اگر فرزندت بی سواد بمونه پس عیب معلم است، برای چی؟ معلم تعلیم داده نتونست. اگر فرزندت بی تربیه باشه این عیب پدر و مادر است، برای چی؟ برای که پدر و مادر تربیه داده نتونست. یعنی دو تا رزنی چیز است. و پیش تعلیم دیگر است، تربیه دیگر است. راست ایرم خوش کردگن تعلیم و تربیه گفته کرات کی کده موندگی هستن. برای چی؟ برای جان خلاص کردن. امیدوار هستم که سخنی برنامه این سخنو بودن و یا دوام داشتن. در سخنی برنامه خانم معظم خان قادر و باید من صحبت میکردم و کردن نتونستم. این باید بگیم که یعنی که سخنی او را هم درجه کردم. همین است هموطنای عزیزم. و انا همین تربیه این در عائله باید داده شود. همون عائله ما و شما هستیم، یعنی یک دیگر. و امروز که ما گذشتگان فاحشه گفته، مادرها را فاحشه گفته رکلام کنیم بگردیم، فردا نسل ما هم عیناً انمی تربیه را میگیره. این تعلیم نیست، کاری که ما میکنیم این تعلیم نیست، این تربیه هست. تعلیم ها معلم میته در مکتب. وقتی که ما هم خیلی اگر تربیه بتیم نسل ها را، فردا همون نسلی ما میگذره میریم، نسلی آینده ما را ولد از اینا میگه و فاحشه میگه و چای ما را میگه و چش فاحشه بود خودش ولد از اینا بود. برای چی؟ برای که ما خودمون همین تعلیم همین تربیه را دادیم، فرزند دادیم. ما خودمون اینترنت با همین تربیه پر کردیم. دوستای عزیزم بگیم که روسیگه پابگم همه تونه کو I love you و بگیم که رحمانوف هم میگم، اپوزیسیاش هم میگم،
халқи оддӣ ша мегум танқид кардани занҳои худмон аввал бас кунем, худмон аввал бас кунем ва ҳар чӣ боша набоша ӯ духтари тоҷикистонӣ аст. дар осмон туф ку меояд дар рӯи худат мезана. туфа дар замин нигоҳ карда туф ку, осмонда туф накун. яъне таҳқир духтари худта накун. кадоме боша, паст боша, намедонам ҳар рафтор дошта боша, духтари худта таҳқир накун, духтари тоҷикистонита таҳқир накун. яъне ки худта таҳқир карда истодид. худо нигҳбонтон ҳамватанои азизам. иншоалло ки дар ҳар барномаҳо намхе салом тоҷикистон кӯтоҳ ма фикр назар ма мегӯ. кадомида сахт расида боша узр, сад узр, саломат сарбаланд хонобод бошед. ҳама вақт падар, модар, апа, хоҳар, ака, додарои мо дар бахти мо сиҳат саломат бошад. салом алейкум.